بله دوستان، ساعت 9 به وقت ما قرار بود که با آقای مهدی خاکپور تماس تلفنی داشته باشیم. قبل از اینکه تماس تلفنی ما برقرار بشه، من خودم یک کوچولویی از ایشون برای شما میخوام بگم. آقای مهدی خاکپور متولد سال 1361 در تهران، فرزند ارشد آقای یونس علی می باشند. آقای خاکپور کار هنری خودشون رو از سن 8 سالگی با نقاشی و مجسمه سازی به صورت آماتور و خودجوش آغاز کردند. بعد از گذراندن دوره متوسطه دیپلم خودشون رو در رشته ریاضی دریافت کردند و پس از اون مشغول یادگیری سازی، جواهرنگاری، طراحی جواهر، نوازندگی ساز، آرایشگری و در نهایت هنر گریم شدند. هنر گریم سینما رو نزد استاد بزرگ جلال الدین معیریان آموختند. هنر قطعه سازی و مجسمه سازی با موادی خاص و فوق‌العاده طبیعی از تخصصهای ایشون هستش. آقای مهدی خاکپور عضو رسمی انجمن چهره پردازان سینمای ایران نیز هستند و در کارنامه هنری خودشون دارای لوح و تندیس نفر اول گریم آقایان در نخستین جشنواره هنرجویان و دانشجویان آزاد سینمایی ایران هستند که از طرف وزارت فرهنگ ایران دریافت کردند. ایشون فعالیت‌های زیادی در عرصه فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی داشتند که در طی گفتگویی که با ایشون خواهیم داشت 100% بیشتر راجع به این چیزها با هشون گفتگو خواهیم کرد. تماسمون برقرار شده با آقای خاکپور؟ اگر که تماسمون برقرار شده ایشون رو من داشته باشم ممنون. درود بر شما آقای خاکپور، صدای من رو دارید؟ سلام. درود فراوان به شما. خواهش میکنم. خوب هستین؟ خیلی ممنون. عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و همینطور دوستانی که صدای من میشنون، فارسی زبونایی که در نروژ هستن و کسایی هم که نمیشنون بگم بیان بشنون. ممنون هستم مهدی جان و خوشحالم از اینکه این فرصت رو داشتی و به ما دادی که بتونیم با هم یک گفتگویی داشته باشیم در رابطه با کارهای هنریت و ممنون از محبتت. خب بذار من یه خلاصه از اون چیزی که شما هستید رو برای دوستان شنونده گفتم، اما دوست دارم که از زبون خودت یک معرفی کوچیکی به صورت مختصر خودت رو معرفی بکنی برامون و کوچولویی برای ما بگی که کی هستی، چی هستی، از کجا اومدی و الان کجا هستی. عرض به حضورتون که خب اسمم مهدیه، فامیلم خاکپوره و عضو کوچکی از خانواده بزرگ هنر، اگر که بتونم والا اسم خودم هنرمند بذارم. حالا دوستان لطف دارن میگم هنرمند، ولی من خودم اینجوری فکر نمی‌کنم. و اینکه الان در ترکیه هستم و مشغول یه سری کارهایی که یه سری برنامه‌ای که دارم و برنامه‌ای که برام ریخته شده از طریق مدیر برنامه‌ام و کمپانی که حالا تحت حمایتشون من اینجا هستم. بله. خب برگردیم به سابقه کارت. من گفتم که از سن 8 سالگی نقاشی و مجسمه سازی رو به صورت خودجوش شروع کردی، یعنی به صورت یک بچه خردسالی بودی و با نقاشی و مجسمه سازی فهمیدی که یک هنری توی دستات هستش. از اونجا شروع کنیم. بله. والا فهمیدم که فکر می‌کنم این مقدار برای بچه 7-8 ساله مقدار فهمیدنی سخت بوده باشه. من بیشتر به صورت غریزی بود برام، یعنی لذتی که برام این کار و آرامشی که اون موقع بهم میداد به صورت غریزی و خودجوش. یه مدادی همیشه دستم بود، یه کاغذی و هرچی میدیدم رو کاغذ سعی میکردم بکشمش، حالا از زاویه نگاه خودم. یا گل، خاک رس، اکثرا دوستان تو محل فوتبال و اینجور چیزا بازی میکردن، من تو این باغچه‌ها با گل و گچ و اینجور چیزا فرم میرفتم و اینجور سری حجم و اینجور چیزا میساختم. حالا نمیشه اسمشو مجسمه گذاشت اون موقع، بیشتر حجم، این آرامشی که همون گل بازیه بهم میداد. بعد این حالت ادامه پیدا کرد تا زمانی که شما دیپلم گرفتی و به صورت خیلی حرفه‌ای اومدی برای یاد گرفتن و تحت نظر استاد بزرگ جلال الدین معیریان بودید.
عرض به حضورتون که بند گریم رو از استاد جلال الدین معیریان یاد گرفتم. نقاشی، مجسمه سازی و حالا کار جواهر ساز، موسیقی، ساز هم میساختم من و هنوزم میسازم. یه مقدار میخوام آرامش یه وقتایی پیدا بکنم، بیشتر میرم سمت چوب و ساختن ساز. اینها خودجوش بود، اما گریم رو بله از استاد جلال الدین معیریان یاد گرفتم. گریم سینما و چهره پردازی رو، اصول و قواعدش رو. و حالا تو این مدت تا دیپلم بگیرم کار جواهر میکردم، جواهر نگاری، مخراجکاری و طراحی و دیزاین جواهر حتی، و نقاشی، ساز، اینجوری مشغول بودم. هر چیزی که تو هر لحظه احساس میکردم به آرامش میده همون کار انجام میدم. آقای خاکپور، من یه سوالی اینجا برام پیش اومد. شما رشته دیپلمت ریاضی هستش، یعنی اصلا هیچ ربطی به این هنرهایی که گفتی نداره. اینا رو هیچ کدوم به طور تخصصی یا به طور مثلا بخوای بری پیش کسی یاد بگیری داشتی یا نه همینجوری خودت واقعا اینا رو طراحی میکردی و تو ذهنت میومده؟ نه، همش خودجوش بوده. یعنی من هیچ استادی در زمینه نقاشی نداشتم، هیچ استادی در زمینه مجسمه سازی نداشتم، حتی آرایشگری من قیچی رو دست گرفتم و شروع کردم، شاگردی کردم تو سالن آرایشگاه، اما اینکه استادی بیاد به اصولی بخواد یاد بده یا مثلا جایی کلاسی دانشگاهی نخیر، اینطور نبوده. ولی گریم رو چرا کلاس رفتم، اونم در حد چند و شناخت متریالایی که حالا مورد استفاده است تو زمینه گریم، یه سری قوانینی که در زمینه چهره پردازی و اینا باید بدونیم، در همین حد ریاضیه، چون دوست داشتم خلبان بشم و نشد. خب حالا شاید از یه طریق دیگه خلبان هستی. یه جور پرواز دیگه، من پرواز بودم، حالا اینجوری پرواز میکنم. دقیقا. پس بی خود نیستش که واقعا کسانی که با کارت آشنا هستن میگن که هنرمند هستی، چون یکی دوتا هم نیستش آخه. مثلا سازسازی، اصلا ساختن ساز رو شما کجا یاد گرفتی و نواختن ساز رو؟ قصه داره، داستان داره. من ساز رو دوست داشتم، من ساز رو خیلی دوست داشتم. پدرم یه پول خیلی زیادی بابت یه ساز، یه گیتاری داد و این ساز رو برای من خرید که ساز دستساز بود. و تو این مدتی که این ساز رو برام بخره من میرفتم توی اون کارگاه سازسازی و چون خیلی دوست داشتم موسیقی رو و بی‌صبرانه منتظر بودم سازم آماده بشه. میرفتم که ببینم به چه مرحله رسیده. همین دیدن و رفتن اومده این علاقه در من به وجود اومد که حالا خودم میتونم بسازم. چون من یه مدت کار ماکت سازی هم میکردم، ماکت هواپیماهای رادیو کنترل اینا میساختم، کنترل از راه دور و این چیزا. عجب. بعد با تور هم آشنایی داشتم. عرض به حضورتون که این شد که تصمیم گرفتم که خودم شروع کنم به ساختن و این همین تصمیم یه چیزی حدود 15 سال طول کشید و هنوز که هنوز میسازم. حالا ناگفته نماند که یه 4-5 سالی فقط میساختم و میسوزوندم چون هیچ صدایی از توش در نمیاد. ولی خب به هر حال میتونی تمرین بکنی که آره بعد از 4-5 سال دیگه سازهای حرفه‌ای ساختم که دست یک سری نوازنده‌های حرفه‌ای هم سازام رفت. یعنی سازم ازم میگرفتن و برای نوازندگی اینا پیش اوردر میدادن. چقدر جالب. خب قبل از اینکه ما برسیم به این آخرین کارت که من خودم شاهد اون بودم، میخوام برگردیم به ایران. در عرصه فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی شما فعالیت داشتی. آیا بازی می‌کردی خودت یا فقط گیریمور بودی؟ بازی هم کردم. من 2 تا فیلم سینمایی، حالا در حد خیلی سکانس کوتاه، نمیگم نقش 1 نقش 2، نه به عنوان شاید یه نقش مکمل اما کوتاه، بازی هم کردم و البته بیشتر گیریم می‌کردم، هم طراحی هم اجرا. یه زمانی اجرا میکردم، بعد دیگه یواش یواش اعتماد تهیه کننده جلب شد، کارگردان جلب شد و موفق شدم که حالا یه فیلم کم به عنوان طراح گیریم اسمم تو تیتراژ فیلم بخوره و طراحی کنم در سینمای ایران، در تلویزیون. و عضو انجمن چهره پردازان سینمای ایران هم هستی؟ عضو انجمن چهره پردازان هستم. البته این عضویت چند سال پیش افتخاری به من داده شد از طریق همون جشنواره‌ای که برگزار شد و من شدم نفر اول تو ایران بین دانشجوها و دانشگاه‌های آزاد سینمایی. افتخاری بهم داده شد و دیگه حالا بعد از چند سال که دیگه تصویب شد، اونم به خاطر رزومه کاری که داشتم دیگه کاملا ثابت شد. بسیار هم عالی. خب حالا برگردیم به این که شما الان در ترکیه هستی و کاری رو به دست گرفتی و در چند ماه اونجا بودی و این کار رو به ثمر رسوندی.
قبل از اینکه بخوام شروع بکنم به اینکه چه کاری رو انجام دادی، اینجا بایستی بپرسم ازت که آیا اسپانسری داشتی و کسی حمایتت کرد و شما رو دعوت کرد به ترکیه برای این کار؟ بله اسپانسر و حامی بنده یک کمپانی به اسم پرشین گروپ هولدینگ در ترکیه که 3 شریک هستن، آقای توران سونموش که ترک هستن، آقای دانیل سقلاتی که اهل دانمارک هستن و آقای فرشید فرحبخش که اهل سوئد هستن و جوانای با استعدادی که حالا دور خودشون جمع کردن و مشغول به یه سری کارها هستن که حالا بیزینس میکنن، صادرات، واردات، تو کار ملک، زمین و حمایت از یه سری آدما مثل من. بیزینسشون اینه. از طریق این کمپانی حمایت شدم و اومدم اینجا و یه پیشنهاد برای ساخت مجسمه آتاتورک بود که ساختیم و هستیم در خدمتتون. و چقدر هم زیبا ساختی. حالا برسیم به این مجسمه آتاتورک. خب چون من خودم این مجسمه رو از نزدیک دیدم و میدونم که کارت چی بوده، ولی میخوام که از پشت رادیو برای دوستان توضیح بدیم. البته توضیح شاید مقداری سخت باشه از پشت رادیو، اما موادی که استفاده کردی و این طبیعی بودن پوستی که روی این صورت، روی این چشم ها کار کردی، روی موها، راجع به این میخوام برام توضیح بدی. این مواد چی هستش؟ عرض به حضورتون این که این مواد چی هست یک مقدار سکرته، چون من هنوز ثبت نکردم و بعد از اینکه ثبت کنم اسمش رو میگم. بیشتر یعنی توضیحی که میتونم بدم اینه که مواد ترکیبی از 8 یا 10 تا مواد که یعنی یه چیزی هستش که ساخته دست خودت هستش در اصل. ساخته که مواد رو من کشف نکردم، مورد استفاده یک سری مواد رو پیدا کردم و شکل ترکیب اینها رو، چون مواد چیزی نیست که من کارم شیمی نیست که بتونم کشفش کنم. خب درست. پس شما به هر حال این ماده رو ترکیب کردی با هم. یعنی اینکه توی دنیا آیا این مواد باز هم هستش؟ یعنی کسان دیگه هم هستن که تو مجسمه سازی استفاده کنن؟ نه خیلی. تو مجسمه سازی از این مجسمه‌ای که حالا بیشتر تو موزه مادام توسو دیده میشه، مجسمه‌ای که حالا بیشتر جنسش از مومه و این اواخر سیلیکون که مجسمه‌ای زیبا و قشنگه، اما این موادی که من دارم قابلیتاش خیلی بیشتر از موم و سیلیکونه. اینا یه سری نگهداری‌های خاص میخواد، بعد یه سری قابلیت‌ها رو نداره، ولی این چیزی که من دارم یک مقدار بهتر از اونا، بهتر که خیلی طبیعی‌تر و قابلیت‌های بیشتری داره. خیلی طبیعیه. یعنی اون چیزی که من دیدم یعنی دقیقاً مثل پوست دست انسان میمونه. نه. بسیار طبیعیه. خب حالا من یه سوال دیگه هم بپرسم. از این مجسمه آتاتورک که درست کردی اولین مجسمه بوده از این کار یا کار دیگه‌ای در ایران داشتی؟ عرض به حضورتون من در ایران مجسمه ساختم، چند مجسمه ساختم و خیلی تشویق هم شدم حتی، اما تشویق برای من کافی نبود، چون به هر حال یه مثلی از قدیم میگن که خوراک هنرمند نون و پنیره. منتها من نمیخوام نون و پنیر بخورم. تشویق شد، اما من بیشتر نیاز به اسپانسر داشتم، نیاز به حمایت داشتم. بله ساختم، هم در سینما کار کردم باهاش، هم در بحث مجسمه سازی در ایران. آقای خاکپور یه سوال دیگه اینجا. من بهتم گفتم توی صحبت‌های خودت من سوال برام مطرح میشه، من معذرت میخوام ازت، ولی خب میدونم که میتونی جواب بدی. این موادی که الان این مجسمه آتاتورک رو ساختی، آیا از این مواد برای گریم صورت هم میتونی استفاده کنی یا خیر؟ بله، از این ترکیب برای گریم صورت، گریم‌های سه‌بعدی قطعه سازی، مثلا فیلم ارباب حلقه ها، مثل هابیت ها، مثل بنجامین باتن که قطعه سازی و گریم سه‌بعدیه، از این ترکیب برای گریم سینما هم میتوان استفاده کرد. بعد هیچ گونه آلرژی چیزی نمیده برای پوست صورت؟ نه خیلی کاملا بهداشتیه، هیچ مشکلی هم نداره. در ضمن من از طریق یعنی به وسیله این مواد میتونم یک سری اندام مصنوعی بسازم. مثلا کسی انگشتش قطع شده، بینی نداره یا گوش نداره، اینش ساخته میشه، یا اصلا نصف صورتش به دلیل یه حادثه از بین رفته، من میتونم نصف صورت رو با این مواد تامین کنم که بسازم به صورت پرتاب. یعنی در علم پزشکی شما اینو میتونین استفاده کنی؟ علم پزشکی نمیتونم بگم،
زیبایی در زمینه زیبایی مثل صورت کسی مشکل پیدا کرده، سکسش از بین رفته، اینش از بین رفته، من میتونم یه پرمی